به نام خدا. سلام دوستان، در این جلسه آموزشی می‌خوایم بریم سراغ دسته‌بندی زبان‌های برنامه‌نویسی. من یک سری از اصطلاحات رو در جلسات قبلی بهتون گفتم، یعنی سری از اصطلاحات پرکاربردی که ممکنه زیاد از دهن من بیرون بیاد و شما زیاد از من بشنوید و براتون سوال بشه که آقا مثلا آلفا یعنی چی، بتا یعنی چی، باگ بانتی یعنی چی، گیت هاب یعنی چی، اوپن سورس یعنی چی. اینا رو اومدم بهتون گفتم، کامل بهتون توضیح دادم. بیشتر از این دیگه توی اصطلاحات نمیمونیم، چون کلا دوره مجزایی به صورت رایگان در رابطه با الفبای برنامه‌نویسی و اصطلاحات مختلف داریم که اگر کسی بخواد و اون قد دیگه صفر باشه میتونه از اون دوره الفبا هم استفاده بکنه. اینجا میخوایم بریم دیگه ادامه کار تا هرچه سریعتر برسیم به زبان برنامه‌نویسی کاتلین که کار اصلی ما یا هدف اصلی ما در این دوره آموزشی هستش. دسته‌بندی زبان‌های برنامه‌نویسی به این شکل: سطح بالا، سطح میانی و سطح پایین. حالا سطح بالا یعنی چی؟ سطح میانی یعنی چی؟ سطح پایین یعنی چی؟ ببینید، زبان برنامه‌نویسی سطح پایین خیلی به زبان ماشین نزدیکه، یعنی نزدیک زبان 0 و 1. همینجا یه سوال براتون به وجود میاد: آیا احمدی زبان ماشین یعنی چی؟ ببینید، پردازنده شما توی کامپیوتر به صورت کلی، من یه سوال ازتون میپرسم، ما به چه چیزی میگیم کامپیوتر؟ به هر چیزی که دارای یک آیسی یا یک پردازنده باشه دیگه، درسته؟ یعنی گوشی موبایل ما کامپیوتره، لپتاپ ما کامپیوتره، کامپیوتر رومیزیمون کامپیوتره، ساعت هوشمند، تلویزیون هوشمند، یخچال هوشمند، خودروی هوشمند، اینا همشون چون آیسی دارن، چون پردازنده دارن، کامپیوتر هستن. سوال بعدی که به وجود میاد، این پردازنده مرکزی ما یا همون CPU، این دقیقاً چه کاری انجام میده؟ این تمام اطلاعاتی که ما داریم، تمام دستوراتی که ما به کامپیوتر میدیم رو پردازش میکنه. همینجا داخل پرانتز یه دوره میخوام بهتون پیشنهاد بدم، دوره آموزش سخت افزار کامپیوتر. من یه دوره رایگانی دارم تحت عنوان آموزش سخت افزار. اون رو ببینید، با تمام سخت افزارهای کامپیوتر بیشتر آشنا میشید، یعنی راجع به CPU، GPU، رم، مموری، پردازنده که همینه، مادربرد و تمام اجزایی که داخل یک کامپیوتر وجود داره اونجا صحبت میکنم. اونجا کامل همه اینا رو بهتون میگم و بهتره که این آموزش رو همونجا ببینید، چون یه سری از دوستان ممکنه یاد داشته باشن. باز اینجا من اگر این مباحث رو باز بکنم ممکنه که ناراحت بشن که چرا اینقدر داری مقدماتی توضیح میدی. خب، کار پردازنده ما اینه که میاد دستوراتی که ما به سیستم عامل میدیم رو اجرا میکنه. حالا سوال به وجود میاد، زبانی که پردازنده متوجه میشه چه زبانیه؟ زبان پردازنده 0 و 1، یعنی 0 و 1 ها کنار همدیگه قرار میگیرن تا پردازنده شما اونها رو متوجه بشه، پردازش بکنه و کار شما رو بتونه انجام بده. پس زبان ماشین چیه؟ زبان 0 و 1. مثلا اینقدر 0 و 1 کنار همدیگه قرار میگیرن تا حرف A نوشته بشه، یا اینقدر 0 و 1 کنار همدیگه قرار میگیرن تا حرف B نوشته بشه، یا به صورت کلی، بذارید اینا رو پاک کنم، به صورت کلی این همه 0 و 1 کنار همدیگه قرار میگیرن تا حرف A B C نوشته بشه. حالا شما فکر کنید مثلا اسم من علیرضا یا اسم فامیل من علیرضا احمدی بخواد توی کامپیوتر سیو بشه، ذخیره سازی بشه، باید چند تا 0 و 1 کنار همدیگه قرار بگیرن. پس تمام عملیاتی که در کامپیوتر داره اتفاق میفته اینه. در پس زمینه کامپیوتر ما کلی 0 و 1 هستن که دارن اجرا میشن. شما فکر میکنید توی کامپیوتر نوشتید علیرضا، ولی در اصل در پس زمینه 0 و 1 ها هستن که دارن پردازش میشن. حالا به این 0 و 1 ما میگیم زبان ماشین. یه مشکل به وجود میاد، من برنامه نویس بخوام 0 و 1 ها رو برم یاد بگیرم که خب نمیتونم، سرویس میشم. یعنی خیلی سخته که من زبان 0 و 1 یا زبان ماشین رو یاد بگیرم. در نتیجه یه سری زبان ها اومدن اختراع شدن، مثل زبان اسمبلی. زبان اسمبلی، شما میتونید این رو سرچ بکنید، در رابطه با اسمبلی برید یه مقاله بخونید، زبان برنامه‌نویسی اسمبلی چیست و چه کاربردی دارد. یه همچین مقاله رو سرچ بکنید و برای جلسه آینده بخونید تا کامل بدونید که این زبان چی هستش و به چه دردی میخوره. زبان اسمبلی 0 و 1 نیست، ولی خیلی نزدیک به 0 و 1، یعنی خیلی زبان سختیه، خیلی سخت میشه اون رو یاد گرفت. حالا به چه دردی میخوره؟ به این درد میخوره که حداقل نیاز نیست ما 0 و 1 ها رو یاد بگیریم، یه مقدار از 0 و 1 یاد گرفتن آسون تره. جزو اولین زبان هایی هم هستش که به وجود اومده تا ما بتونیم با استفاده از اون برنامه نویسی بکنیم. به این زبان اسمبلی میگن زبان سطح پایین. تازه رسیدیم به این سطوح مختلف، یعنی تمام اینا رو بهتون توضیح دادم که تازه برسیم به اینجا.
زبان سطح پایین یعنی چی؟ یعنی زبان اسمبلی یا هر زبانی که مشابه اسمبلی باشه. من که فقط همینو میشناسم که اینقدر نزدیک به زبان ماشین باشه، اینقدر سخت باشه. ولی باز هم من و شما لازم نیست که زبان اسمبلی رو یاد بگیریم. چند سال بعد از زبان اسمبلی یه سری زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه‌ای ساخته شدن که از زبان اسمبلی راحت‌تر بودن، سطح بالاتر بودن. به اونا میگیم زبان‌های برنامه‌نویسی سطح میانی. من یه زبان رو براتون مثال میزنم، زبان سی. فعلا من همین یه دونه رو میشناسم در این زمینه، ولی خب زبان‌های دیگه‌ای هم وجود داره، میتونید سرچ بکنید، تحقیق بکنید، هر چند که لازم نیست، فقط شما همین مفهوم رو درک بکنید کافیه. زبان سی یک زبان سطح میانیه، یعنی از زبان اسمبلی راحت‌تره، ولی بازم زبان سختیه. یعنی من و شما حتی این رو هم لازم نیست که یاد بگیریم، کار ما خیلی آسون شده. اخیراً و جدیداً توی مثلا 30 سال اخیر، 25 سال اخیر زبانهایی تولید شدن تحت عنوان زبانهای برنامه‌نویسی سطح بالا. مثل چه زبانی؟ مثل زبان کاتلین. همینی که ما الان میخوایم یاد بگیریم، زبان کاتلین یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالاست، یعنی به زبان انسان خیلی نزدیکتره. فارسی نیست تا انگلیسیه، ولی خب به زبان من و شما، به زبانی که ما داریم محاوره میکنیم، صحبت میکنیم، بسیار نزدیکه و ما میتونیم راحت‌تر اون رو یاد بگیریم. اوکیه؟ پس زبان برنامه‌نویسی رو ما میتونیم به 3 تا سطح دسته‌بندی بکنیم، تقسیم بندی بکنیم: سطح بالا، سطح میانی و سطح پایین. زبان‌های سطح پایین مثل اسمبلی که خیلی نزدیک به زبان ماشین یا همون 0 و 1 و خیلی هم سخت یادگیریش، لازم نیست شما یاد بگیرید. زبان سطح میانی مثل سی و زبان سطح بالا مثل کاتلین. حالا یه سری میان برنامه‌نویسی رو با زبان سطح میانی شروع میکنن، با زبان سخت شروع میکنن و با خودشون میگن که اینجوری خیلی بهتره، من میتونم بهتر همه چیز رو درک بکنم. اگر از پایین‌تر شروع بکنم درک من افزایش پیدا میکنه. من میگم نه، شما کاملا در اشتباهید. مثل اینه که من برم ماشین سواری رو با تراکتور شروع کنم. خب چه کاریه؟ درسته تراکتور اگر یاد داشته باشی یا مثلا ماشین سنگین اگر یاد داشته باشی خیلی ممکنه به دردت بخوره، وگرنه ممکنه از هیچ وقت نخوای بری یه زمینی و شخم بزنی که از تراکتور استفاده کنی. ولی من میگم شروع یادگیری شما با تراکتور نباشه. اول بیا با یه پژو پارس ماشین سواری رو یاد بگیر، بعدن اگر نیاز شد میری پایه یکم میگیری. الان بیا با یک زبان سطح بالای ساده تر مثل کاتلین یا پایتون برنامه‌نویسی رو یاد بگیر، بعدن اگر دوست داشتی سمت زبانهای سخت‌تر هم میری. چرا برنامه‌نویسی رو از سی یا سی پلاس پلاس میرید شروع میکنید؟ شروع برنامه‌نویسی از سی پلاس پلاس مثل شروع رانندگی با تراکتوره، شما رو زده میکنه از برنامه‌نویسی. به جای اینکه خیلی درکت عمیق بشه، اتفاقا زده میشی، میگه آقا این چیه برنامه‌نویسی، مثلا نمیخوام یاد بگیرم. فکر میکنی کل زبانهای برنامه‌نویسی همونقدر سختن، در صورتی که نه. زبانهای مثل کاتلین و پی اچ پی و پایتون و اینها واقعا آسون هستن. خب برای این جلسه آموزشی هم تا همین جای کار کافی. امیدوارم که همواره حال دلتون خوب باشه، خسته نباشید. خدا نگهدار.